أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. مخاطبین ارزشمند، برادران محترم، خواهران گرامی، آیه 35 سوره مبارکه احزاب تلاوت گردید که در این آیه الله عزوجل 10 صفت از صفاتی که مؤمنین و مؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن به اون صفات باید متصف بشند، 10 صفت بیان فرمودند. اما مناسبت این آیه و ارتباط این آیه با بحث‌های گذشته اینه که در آیات گذشته ذکر همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، هم یه سری تذکراتی برای اونها و هم فضائل اونها، اوصاف اونها. خداوند عزوجل نسبت به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که خداوند میخواهد شما را تطهیر بگرداند، پاک بگرداند و هر ناملایمی و هر نامناسبی را از شما دور بگرداند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ای اهل بیت پیامبر، خدا میخواهد که نجاست ها را، آلودگی ها را، گناه ها را، معاصی را از شما دور بگرداند و یطهرکم تطهیرا، شما پاک باشید، شما را پاک بگرداند. خب مفسرین میفرمایند که وقتی که اون آیات که در رابطه با همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شدند، در دل بعضی از زنهای مؤمن دیگه آمد که یادی از ما نشده و ذکری از ما نیست، اون چه که هست برای همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم است. لذا در این آیه خداوند عزوجل این آیه را نازل فرمود، بعد از اون و 10 تا صفت بیان فرمود که هر کسی یا هر کسانی که این 10 صفت را داشته باشند، چه مرد باشد چه زن، این 10 صفت را اگر داشته باشند، اونها در این دنیا هم خداوند عزوجل بر اونها لطف می فرماید و در آخرت هم ستاره اونها می درخشد. در آخرت هم موفقیت و سربلندی و عزت از آن اونهاست. لذا بعد از اون آیات، این آیه که این همه اوصاف ذکر شده، حالا چه مرد باشی چه زن باشی، متصف به این اوصاف باشی و متخلق به این اخلاق باشی، پیش خدای عزوجل محبوب عزیزی. و همچنین در بعضی روایت ها می آید چون تو این آیه ذکر زنها و صیغه و کلمه‌ای که در زبان عربی
برای زنان استفاده میشه به صورت خاص ذکر شده. بعضی از اهل تفسیر میگویند که بعضی از صحابیات، زنهای صحابی از آن حضرت صلی الله علیه وسلم پرسیدند. در روایتی هست که ام سلمه رضی الله عنها که از همسران رسول الله است این مطلب را یادآوری فرمودند. در بعضی روایت هست که یک زن دیگه به نام ام عماره انصاریه ایشون پرسید که یا رسول الله در قرآن مجید هر جا ذکر مردان هست و برای زنان اوصافی بیان نشده، در حالی که اون اوصافی، اون عرض کنم که شرایطی که برای مردان ذکر شده برای زنها هم هست، زنها تابع مرد هستند. اما وقتی که این خواسته را مطرح کردند خدای عزوجل این آیه را نازل فرمود. در این آیه 10 تا صفت بیان شده، 10 تا ویژگی بیان شده که اگر این 10 ویژگی را هر یکی از ما داشته باشیم، چه مردها چه زنها، اون انسان موفقی هست، انسان رستگاری هست، انسان مقبولی هست، پیش خدای عزوجل مقبولیت داره. این 10 صفت چی هستند؟ اولین، ان المسلمین والمسلمات، همانا مردانی که اسلام دارند و زنانی که اسلام دارند، یا مردانی که تسلیمند و زنانی که تسلیم هستند. اسلام یعنی چه؟ اسلام یعنی انقیاد، اسلام یعنی اطاعت، اسلام یعنی سرفکندگی، اسلام یعنی تسلیم شدن در مقابل الله عزوجل. هر چی که خداوند فرموده اونها را به جان خریدن، اونها را پذیرفتن، در برابر اونها سرفکنده شدن و اونها را پذیرفتن. حالا در این حدیثی هست، حدیثی در کتابهای حدیث در صحاح 6 آمده، معروف است به حدیث جبرائیل، که در اون حدیث هست جبرائیل امین خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن به خاطر تعلیم امت، به خاطر اینکه امت یاد بگیرد و بفهمد. از آن حضرت صلی الله علیه و سلم پرسید که یا رسول الله من الاسلام، اسلام چیه؟ به شکل انسان آمد، کسی نشناخت که جبرائیل است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم 5 چیز را به عنوان اسلام یاد فرمودند. اون 5 چیز را وقتی که ما انجام بدهیم این دلیل اسلام ماست، دلیل مسلمانی ماست. یک، شهادت لا اله الا الله، یعنی اشهد را، شهادتین را خواندن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وقتی که با زبان بخوانیم، به زبان، بر زبان ما جاری باشد، این اولین علامت اسلام هست. دوم، نماز را فرمودند، اقام صلات. سوم، زکات را فرمودند، ادا کردن زکات. و چهارم، روزه ماه رمضان را که وقتی که ماه رمضان فرا رسید همه روزه بگیریم. و پنجم، حج بیت الله، کسی که بر او حج فرض شده. اینها را وقتی که یک انسان، یک مسلمان انجام میده، این احکام ظاهری بهشون میگویند. یعنی هر که میبینه که بالاخره او داره انجام میده، هر که میبینه روزه میگیره، نماز میخونه، عرض کنم که حج میره، اینها احکام ظاهری هستند، با اینها انسان میشه مسلم. لذا مردانی که مسلمانند و زنانی که مسلمانند، یعنی احکام را به ظاهر انجام میده، هم به ظاهر انجام دادن شرطه و هم در دل باور داشتن شرطه. این مربوط به ظاهر است. والمؤمنین والمؤمنات، مردانی که ایمان دارند و زنانی که ایمان دارند. یعنی بعد از اینکه انسان اطاعت میکند، فرمان میبرد، به ظاهر انجام میده، در دل هم ایمان داشته باشه، در دل هم باور داشته باشه.
عزیزان، محل ایمان قلب انسان هست. خداوند عزوجل در جایی به منافقین میفرماید ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز در دلهای شما، در قلوب شما وارد نشده، داخل نشده. پس معلوم میشه که محل ایمان قلب. یا در رابطه با اصحاب و یاران آن حضرت صلی الله علیه و سلم خداوند میفرماد اولئک الذین کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند در دلهای اونها ایمان نوشته، ایمان را نهال فرموده. پس محل ایمان عرض به خدمت شما که قلب هست و محل اسلام ظاهر هست که انسان ظاهرا انجام میده، اعضا و جوارح، زبان، دست، پا. و در همون حدیث جبرائیل که عرض کردم، ایمانیات که ایمان مفصل گفته میشه 7 چیز عنوان شده. توحید هست، رسالت هست، قیامت هست، ایمان داشتن به فرشتگان، ایمان داشتن به کتابهای الهی، ایمان داشتن به رسولان و انبیاء الهی و همچنین ایمان داشتن به تقدیر که هر خیری هست و هر شری هست در تقدیر الهی نوشته شده. اینها را باور داشتن، اینها را از ته دل قبول داشتن، این میشه ایمان. هر یکی از ما اگر به اینها باور داشته باشیم، به توحید خدا، به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، به اینکه بعد از مردن دوباره زنده میشیم و در محضر الله عزوجل باید پاسخگو باشیم، به انبیاء الهی، به کتب الهی، به فرشتگان، به تقدیر، به اینها وقتی که باور داشته باشیم، این میشیم مؤمن. پس خداوند میفرماید بعد از وصف اول این وصف دوم است، مردانی که ایمان دارند و زنانی که ایمان دارند. اینجا یه مطلبی که بسیار مهم هست، اون اینه که اینجا خداوند عزوجل اوصافی بیان فرموده و این اوصاف را با صیغه و کلمه‌ای که برای مرد و زن استفاده میشه، برای مرد جداگانه، برای زن جداگانه. اشاره به این هست همان گونه که برای مردان میدان رشد و ترقی هست، برای مردان امکان رشد و ترقی در ایمان هست، در اخلاقیات هست، در روحانیات و معنویات هست، این میدان برای زنها هم هست. زن هم میتواند در عرض کنم که از این جهات، در این اوصاف بالاترین مقام را و جایگاه را کسب نماید. و چه بسا زنهایی هستند که از مردها هم پیشی میگیرند در علم، در ایمان، در تقوا، در اخلاق، در وارستگی، در معنویت. به این دلیل خدای عزوجل چون این میدان پیشرفت را برای هر دو گذاشته، کلمات و صیغه هایی که استفاده میشه برای هر دو گروه هست. و سومین چیز والقانتین والقانتات، این سومین وصفه، مردانی که قانت هستند و زنانی که قانت. این از قنوت گرفته شده. قنوت به معنای فرمانبر، به معنای مطیع، اطاعت شعار، کسانی که هم ادعا می کنند و هم در عمل نشان میدن که ما مطیعیم، ما فرمانبریم. یعنی مردانی که از خدا اطاعت می کنند، از خدا فرمان می برند، و زنانی که اطاعت می کنند. بعضی از مفسرین نوشتن معنیش اینه که احکام الهی را با طیب خاطر، با دلخوشی کامل پذیرفتن و انجام دادن. بعضی از ماها وقتی که احکام را انجام میدیم ولی خیلی انجام احکام بر ما شاق و گران هست، گویا کوهی بر دوش ما هست وقتی که میخوایم یه حکمی از احکام الهی را انجام بدیم.
در رابطه با منافقین خداوند میفرماید و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، وقتی که برای نماز برمیخیزند، برای نماز بلند میشن، کسل و ضعیف بلند میشن، اصلا حوصله ندارند. این گونه نباید باشه. وقتی گفته میشه نماز، انسان خوشحال بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم به بلال میفرمود گاهی که اذان بده میگفت ارحنا یا بلال، ای بلال با اذان گفتن و نماز خوندن ما را راحت بگردان. یعنی راحت در نماز بود. جعلت قرة عینی فی الصلاة، خنکی چشمان من در نماز قرار داده شده. پس قنوت اینه که احکام الهی را با طیب خاطر، با کمال خوشحالی انسان انجام بده، چه مرد باشه چه زن باشه. و بعضی میگن که در قنوت اطاعت و فرمانبری هر کسی که واجب هست اونم در قنوت داخله. مثلا برای اولاد لازم هست که از پدر فرمان ببرند، برای زن لازم هست که از شوهر فرمان ببرد، برای رعیت لازم هست که از حاکم عادل فرمان ببرد. لذا این فرمان بردن هم در قنوت داخل است. کسانی که مردانی که مطیع هستند، فرمانبر هستند، و زنانی که مطیع و فرمانبر هستند. این سه تا وصف. و چهارمین وصف، سبحان الله، این اوصاف هم ایمانی اند هم اخلاقی اند. و صادقین و صادقات، مردانی که صادق هستند و زنانی که صادق هستند. صدق یعنی راستگویی، صدق و صداقت یعنی اهتمام کردن به راستی، اهمیت دادن به راستگویی و از دروغ فاصله گرفتن. هیچ وقت انسان دروغ نگوید و صدق و راستی را برای خودش در زندگی سرلوحه کار قرار بده. همیشه سعی بکنه در رفتار، در کردار، در گفتار صادق باشه. و انسان وقتی که همش صادق باشه و راستگو باشه و راست عمل باشه، آخر به درجه صدیق یعنی خیلی راستگو بودن میرسد. و درجه صدیقین بعد از درجه انبیا هست. لذا صدق خیلی صفت بالایی هست. در حدیث آمده الصدق ینجی، صدق انسان را نجات میده، راستی نجات میده، ولو اینکه بظاهر به ضرر انسان باشه ولی بالاخره نجات میده. و دروغ انسان را هلاک میکنه، والکذب یهلک. لذا چهارمین صفت صدق است که مردان هم باید صادق باشند، زنان هم باید صادق باشند. صداقت وقتی که از جامعه برداشته میشه، اعتماد هم میره. هیچ کسی به هیچ کسی اعتماد نمیکنه، باورها ضعیف میشه. لذا این سبب ناامنی در جامعه میشه، این سبب اضطراب و پریشانی در جامعه میشه. صداقت خیلی وصف بالایی هست. در هر چیزی عرض کردم، در سخن گفتن، در معامله و تجارت. خداوند رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تاجری را که تجارت میکند و صداقت دارد جایگاه بسیار والایی که در کنار انبیا هست و صدیقین است برایش تعریف فرمودند. پس و صادقین و صادقات، مردانی که صادق هستند و راستگویی را به راستگویی اهمیت میدند و راستگویی را سرلوحه زندگی خودشون قرار میدن. و همچنین زنهایی که صداقت دارند. و پنجمین وصف و صابرین و صابرات، مردانی که صبر دارند و زنانی که صبر دارند. صبر چه در امور دنیا باشد چه در امور دین باشد. انسان در هر کاری صبور باشد، استقامت داشته باشد، ثبات داشته باشد. اگر مشکلی برایش پیش میاد هم تحمل داشت. صبر به معنی تحمل هم میاد.
و اگر انسان ترک گناه میکنه، بر این ترک گناه هم صبر داشته باشد، یعنی تا آخر ترک بکند. اگر طاعتی و عبادتی و کار نیکی انجام میده، بر این هم صبر داشته باشه، یعنی استقامت داشته باشه. همه اینها در تعریف صبر داخل هستند. چه صبر به وقت مصیبت، چه صبر و استقامت بر انجام طاعت، چه صبر بر ترک معصیت و گناه. بعضی ها هستند که گناهان را ترک می کنند، اما زود شیطان فریبشون میده، دوباره بالاخره شکار میشند، شکار نفس و شیطان میشند. بعضی ها هستند طاعت را خوب انجام میدن و نماز میخوانند، روزه میگیرند، اما چند روز بعد میبینیم که اون احساس گرمی که دارن از بین میره. این به درد نمیخوره. انسان باید صابر باشه، انسان باید بر طاعت و عبادت صبر، و همیشه انسان احساس بکنه که من در مسیر مبارزه با نفس و شیطانم. وقتی که این احساس را داشته باشه، اون انسان موفق میشه. و در این رابطه هم از خداوند باید انسان کمک بخواد، استعانت بطلبد، استقامت از خدا بخواد، صبر از خدا بخواد. لذا صبر صفتی هست که خداوند دوست داره. الصبر مفتاح الفرج. صبر کلید فرج است، گشادگی هست، فتح هست، موفقیت و پیروزی هست. در هر کاری وقتی که صبر داشتیم، خداوند عزوجل پیروزی و موفقیت عنایت می‌فرماید و فرج می‌آورد. و ششمین وصف والخاشعین والخاشعات، مردانی که خشوع دارند و زنانی که خشوع و انکساری دارند. خشوع به معنی انکساری، به معنی عاجزی، ضد کبر هست، یعنی تکبر نداشتن، غرور نداشتن. تکبر و غرور خیلی صفتی بدی هست و خشوع و تواضع صفت پسندیده و محبوب الله عز و جل هست. کبر، در تعریف کبر در روایت می آید که کبر چیه؟ بطر الحق و غمت الناس، یعنی حق را دفع کردن، با حق مبارزه کردن، حق را نپذیرفتن و مردمان را تحقیر کردن. این کبر. انسان نباید در وجودش غرور باشد، کبر باشد. مسلمان باید از کبر بدور باشد. مسلمان باید تواضع داشته باشد، خشوع داشته باشد، فروتنی داشته باشد. لذا مردانی که به این صفت زیبای تواضع و فروتنی متصف هستند و زنانی که به این صفت متصف هستند، این 6 تا صفت شدند. و هفتمی والمتصدقین والمتصدقات، مردانی که صدقه میدهند و زنانی که صدقه میدهند. صدقه دادن یکی از اوصافی هست که قرآن کریم از اول قرآن تا آخر بهش تأکید شده. قرآن را شما شروع میفرمایید هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اونجا هم بحث انفاق آمده، هر جا آمده اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. صدقه عمل بسیار پسندیده و محبوبی هست که انسان همیشه دست دهنده داشته باشه، خیرش و نفعش به همگان، بالخصوص به مستمندان برسد. الله تعالی این وصف را خیلی دوست دارد. خوشا به حال کسانی که توفیق صدقه دارن. و این نکته را من اینجا یادآوری بکنم که منظور از صدقه فقط صدقات واجبات نیستند، زکات نیست. اون که فریضه ای هست، اون وظیفه انسان هست. علاوه از واجبات، انسان گاهی با مساکین، با بینواها، با مستمندان همدردی داشته باشد، با یتیمها، با عرض کنم کسانی که ندارن، اگر نیازی به کیف دارن، به کفش دارن، به لباس دارن، به نان دارن، به غذا دارن، به هر چی که نیاز دارن برای اونها فراهم کردن. این بالاخره توفیقی هست از جانب پروردگار که نصیب هر انسانی نمیشه. لذا
هفتمین وصفی که خدای عزوجل برای بندگانش تعریف فرموده و دوست دارد که بندگانش چه مرد باشند چه زن این وصف را داشته باشند، وصف صدقه هست. والمتصدقین والمتصدقات. اگر در این وصف همه ما به وظیفه خودمون عمل می کردیم، همه صدقه می دادند، وقت تو شهرها ما فقیر نمی دیدیم، محتاج نمی دیدیم، گدا نمی دیدیم، همه را بالاخره همه به نوای می رسیدن، به همه چیزی می رسید. و این نکته را هم عرض بکنم که صدقه دادن مخصوص پولداران نیست، اون زکاته که مخصوص پولداران هست که باید فلان مقدار پول داشته باشه و بیشتر از اون، بعد از اون بر اون زکات است، 1/4 مالش. صدقه یه چیزی که هر کسی باید بده، گرچه واجب نیست ولی در قرآن خیلی تشویق آمده و اجر و پاداش بسیار زیادی و وعده های در این دنیا و در اون دنیا خدا داده که در این دنیا هم عوض میده، مالش به برکت میرسه و در اون دنیا هم. لذا اگر انسان دارا هست خب صدقه زیاد میده، اگر ندارد کارگریه، روز 500,000 تومان 400,000 تومان درآمده، از همین هم 20,000 تومان 40,000 تومان صدقه بده. بیوهی هست، عرض کنم که دانشجو هست، کارمند هست، به اندازه توانش انسان صدقه بده. این صفت را خدای عزوجل دوست دارد. اون وقت خدای تعالی در مالش برکات عنایت میفرماید. پس این هشتمین وصف هست که فرمود. هفتمین وصف والمتصدقین، مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده. و هشتمین وصف میفرماد والصائمین والصائمات، مردانی که روزه میگیرند و زنانی که روزه میگیرند. روزه گرفتن و به خاطر خدا چند ساعتی خود را گرسنه کردن و از آب و نان و عرض کنم که نیازهای جنسی فاصله گرفتن، این هم یکی از عبادت هاست. حالا منظور تنها روزه رمضان نیست، علاوه از روزه فرضی انسان در اوقات دیگه هم روزه بگیره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشویق فرمودن که ماهی 3 روز روزه بگیرید، وسط ما 13ام 14ام 15ام، و بعضی اگر توفیق بیشتری دارند روزهای دوشنبه و پنجشنبه که خود آن حضرت معمول ایشون بود روزه میگرفتن، روزه بگیرند. ام المؤمنین عایشه میفرماید که هیچ ماهی نبود که رسول الله صلی الله علیه وسلم در اون ماه روزه نگیرند، هر ماه روزه میگرفتند، مقدار چند روزی روزه میگرفتند، ما در ماه رمضان کامل میگرفتند. پس روزه گرفتن هم یکی از عبادات هست، علاوه از این که برای انسان فوائدی دارد، معده استراحت می کند و یه سری منافع جسمی دارد، اما منافع معنویش و روحانیش بسیار زیاد است و مهمتر این که دستور خداست، عبادت پروردگار است. و نهمین وصف والحافظین فروجهم والحافظات، کسانی که عفت خودشون را حفظ می کنند، شرمگاه خودشون را حفظ می کنند، چه مردانی که حفظ کننده هستند چه زنانی که حفظ کننده هستند، مردانی که با حیا هستند با عفت هستند چه زنانی که با حیا و با عفت. والحافظین فروجهم، حفظ کردن شرمگاه به چه معنا؟ یعنی دوری کردن از زنا، از لواط، از بدچشمی، از استمناء، از ارتباطات نامشروع، از خلوت کردن ناجائز. همه اینها بالاخره در زمینه حافظین فروجهم والحافظات، مسلمانان و اونهایی که خدای عزوجل بهشون ایمان داده، حیا داده، عفت داده، باید از این مسائل، از این بی‌حیایی ها بدور باشند. الله دوست دارد بندگانش با پاکی زندگی بکنند، پاکیزه باشند. خدای عزوجل برای رفع نیاز انسان راههای جائز و راههای مشروعی قرار داده. لذا
به غیر از اون راه مشروع انسان وقتی که تعدی بکند، تجاوز بکند، این در حریم الهی تجاوز کرده و این انسان مورد خشم و غضب الهی قرار میگیرد. هم در این دنیا خدای عزوجل آبروش را میبرد و هم در اون دنیا به اشد مجازات گرفتار میشه. لذا الله دوست داره بندگانش این گونه باشد، بندگانش با حیا باشند، پاک باشند، با پاکی زندگی بکنند، هم مردان هم زنان. والحافظین فروجهم والحافظات. و دهمین وصف و آخرین وصف والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، مردانی که خدا را به کثرت ذکر می کنند و زنانی که خدا را به کثرت ذکر می کنند، یاد می کنند. اینها را الله تعالی می فرماید، این اوصاف. اما یه نکته اینجا عرض بکنم که چرا در بقیه اوصاف ذکر کثیرا نیامد، کثرت نیامد، اما در ذکر کثرت آمد. علما میگویند چون که بقیه عبادت ها محدود هستند، شرایط خاصی دارند، اوقات خاصی دارند، زمان مکان خاصی دارند. مثلا نماز باید با وضو باشه، انسان باید به حالت قیام و رکوع و سجده باشه، باید لباسش پاک باشه، باید بدنش پاک باشه، باید محلش پاک باشه. روزه هم شرایط خودش را دارد، حج شرایط خودش. اما ذکر خدای عزوجل هیچ قید و شرطی ندارد. انسان در حالت ایستاده باشد، نشسته باشد، در حالت خوابیدن باشد، راه میره، تو ماشین نشسته، عرض کنم وضو داره، وضو نداره، در هر صورتی ذکر و زمینه ذکر برش فراهم است. و ذکر هم عبادتی است که هیچ مشکل هم نیست برای انسان، هیچ کار سنگینی هم نیست برای انسان. چرا؟ وقتی که شیطان بر انسان مسلط باشه برای انسان سخته. به این خاطر که خداوند عزوجل انتظار در هر جا که بحث ذکر هست، خدای عزوجل همین وصف کثیرا را آورده. در یکی دو رکوع بعد از این ما میخوانیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنین خدا را ذکر کنید، یاد کنید، ذکر کثیر. و این را هم خدمت شما عرض کنم که نماز هم ذکر خدای عزوجل است. اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. بعضی میگه اینجا ذکر الله مراد همین نماز هست که از فحشا و منکر باز می‌دارد. باز خدا می‌فرماید این ذکر یعنی نماز بزرگترینش هست. و بعضی میگن نه، غیر از نماز بقیه اذکاری که انسان میخوانه. سبحان الله، در حدیث آمده که محبوب ترین کلمات و ذکر پیش خدای عزوجل 4 تا هستند: سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر. که این 4 تا توحید خداست، هم تحلیل، هم تسبیح، هم تکبیر، هم تحمیده. سبحان الله تسبیح، والحمد لله تحمیده، ولا اله الا الله تحلیله، والله اکبر تکبیره. هر یکی بر توحید و بر بزرگی و بر عظمت خداوند عزوجل دلالت میکنه. اینها محبوب ترین کلمات هستند. اما چه وقت ذکر بکنیم که ذاکر کثیر حساب بشیم؟ علما بحث های مختلفی در این رابطه دارن، اما بهترینش اونه که انسان هر وقتی که موقعیت برش فراهم میاد از یاد خدا غافل نباشه. خدا را چه بر زبان چه در دل انسان در هر وقت داشته باشه، این انسان جز ذاکرین الله کثیرا هست. انسان وقتی که در مغازه هست، راه میره، در سفر است، در حضر است، پیش زن و بچه هست، پیش مردم هست، تو بازار هست، خدا را در دل داشته باشه و وقتی که زمینه برش فراهم هست یاد هم بکنه سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله. این انسان جز ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، دیگه حد و مرز خاصی نداره. حالا بعضی از بزرگان معمولاتی هم ذکر کردن که اونها به جای خودش. علی ای حال، وقتی که یه انسان این اوصاف را داشته باشه،
این 10 وصف در وجودش باشه، خداوند عزوجل 2 چیز را وعده فرموده. یک، اعد الله لهم مغفره، خداوند برای این مردان مؤمن و زنان مؤمنه، برای این مردان ذاکر و زنان ذکر کننده، برای این مردان صادق و زنان صادق، برای اینها آماده فرموده مغفرت. یعنی اولین چیز خداوند تمام گناهانشون را میبخشد، اونها را از گناه پاک میگرداند. 2، و اجرا عظیما، نه تنها گناهانشون را میبخشه بلکه به اونها اجر عظیم عنایت میفرماید، یعنی اونها را وارد بهشت میگرداند. در بهشت خداوند عزوجل اجر و پاداش بسیار بزرگی که در بعضی از آیات قرآن اشاره به اون اجر عظیم شده، اما حقیقتش را و واقعیت را زمانی انسان میفهمد که اونجا انسان بره و اونجا با چشم ببینه. شاید خیلی از اون اجر عظیم هستند که اینجا برای ما قابل فهم و قابل درک نباشد، چون ما در عالم دیگری هستیم و اون عالم یه عالم دیگه و یه دنیای دیگه هست. لذا عزیزان، این وعده الهی و وعده پروردگار مهربان که وعده بخشش گناهان و وعده اجر عظیم برای دارندگان این اوصاف هست. این 10 تا وصف دعا بکنیم و هم کوشش بکنیم، تلاش بکنیم که ما خودمون را در زندگی دنیا که معلوم نیست زود تمام میشه یا دیر تمام بشه، باز هم زوده، ما خودمون را با این اوصاف متصف بکنیم. خدای عزوجل همه ما را مؤمن واقعی، مسلمان واقعی و فرمانبر واقعی بگرداند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.